بعد از معصوم افراد پرارزش اجتماع اونایی هستن که تزکیه نفس. ببینید اگر ما بخوایم مراحل عصمت و مراحل پاکی رو تقسیم بکنیم، یه مرحله اولش عدالت. شما مراجعه بکنید به کتب فقهی یا معنای عدالت، فلان امام جماعت باید عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک. این معنای عدالت. پس مرحله اول پاکی عدالت. مرحله دوم پاکی تزکیه نفسه. مرحله سوم پاکی اسمت. به همین ترتیب مرحله اول و دوم رو انسان میتونه، یعنی خدای تعالی امر کرده. فکر نکنید که انسان نمیتونه تزکیه نفس بکنه. نه، اگر نمیتونست تزکیه نفس بکنه و خودشو تالی تلد معصوم و بالاتر از عادل قرار نده، خدا امر نمیکرد و نمیفرمود قد افلح من زکاها. خدا امر کرده که تزکیه نفس کنید، بلکه پیغمبران آمدن برای تزکیه نفس که لقد جاءکم رسول من انفسکم تا و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس تزکیه یکی از اساسی ترین کار پیغمبر اکرم و کار انبیاست. من یه نامه چندی قبل داشتم از یکی از آیون، خیلی میدم بنده خدا اشتباه کرده. به من نوشته بود که شما چطور در کتاباتون نوشتید که تزکیه نفس باید کرد؟ علی ابن ابی طالب در دوران عمرش نتونست تزکیه نفس کنه. وقت شما میخواید بگید که مردم تزکیه نفس. لذا وقتی که شمشیر ابن مرجم به فرق نازلی نیستن گفت فست و برم کرد، یعنی از دست نفسم نجات پیدا کردم. اینجوری شد. خیلی حرف میدونید چقدر بی ارزش و کم ارزش. اگر عقی نتونه تزکیه نفس بکنه دیگه خدای تعالی این آیات و قسمها و اینا رو بی خود خورده. تزکیه نفس کار بسیار ساده، یعنی در مقابل کارهای مهمی که شما